امشب این جلسه به مناسبت بزرگداشت و سالروز شهادت شهید خدمت و جمهور حضرت آیت الله رئیسی اعلی الله مقامه الشریف، مرد خدمت و تلاش، تشکیل شده. انشاءالله این جمعی که از میان ما رفتند، رهبر عزیزمون شهید رئیسی، شهدای نظامی، شهدایی از هیئت دولت، شهدایی از مردم، شهدایی از مسئولین، عزیزان، به ویژه شهدایی که در این جنگ اخیر جانشون رو فدا کردن، انشاءالله جمعشون در عالم برزخ میهمان سفره سید الشهدا علیه السلام باشه. انا ان شاء الله بهم لاحقون، ما هم ان شاء الله به اونها ملحق بشیم و رزقنا الله توفیق الشهاده ان شاء الله. من با توجه به محدودیت وقت ویژگی های شهید رئیسی رو شاید حدود 30 مورد یادداشت کردم، منتها چون سخنران دیگری هم بناست صحبت کنند، فرصت طرح همه اونها نیست. اگر اجازه بفرمایید 10 ویژگی رو با توجه به روایات و آیات خدمت شما امشب تقدیم میکنم، با این مقدمه که چطور آدم محبوب میشه، چگونه انسان میتونه تو دلها جا باز کنه، تو جسمها نه ها، بر جسم مردم الان سردمداران کفرم دارن حکومت میکنن، ستمگران هم حکومت میکنن، بر قلب مردم چجور میشه در واقع انسان حکومت کنه، محبتش تو دلها بیفته. این به زور نیست، میدونید تو زیارت امین الله هم میگیم محبوبتن فی ارضک و سمائک، خدایا ما رو تو آسمان و زمین محبوب کن. قرآن به پیغمبرم میفرماید محبوبیت قلبی با پول نمیشه. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگه همه زمینم پول باشه به کسی بدید، تو دلش نمیتونه تو رو دوست داشته باشه. ممکنه به زبانش بگه شما رو دوست دارم. محبت قلبی اجباری نیست. لذا شما سوره طه رو ببینید، خدا میفرماید القیت علیک محبتا منی، ما حضرت موسی رو محبتش رو تو دلها انداختیم. یا تو روایات داریم وقتی امام حسین علیه السلام به دنیا اومد، پیغمبر دعا کرد خدایا محبت این حسین رو تو دلها بیانداز. لذا شما ببینید مردم به ابا عبدالله علاقه دارن. محبوب شدن قلبی، محبوب شدن درونی با ثروت و زور و اسلحه نمیشه. خب سوال، راه محبوبیت چیه؟ من این 10 موردی که نوشتم و خدمت شما عرض میکنم، سعیم میکنم یه تطبیقی بدم با شهید رئیسی عزیز که واقعا محبوب بود، بین مردم جا داشت، مردم براش گریستند. و همچنین رهبر شهیدمون، الان شما نگاه کنید بیش از 80 شب مردم در سوگ ایشون تو خیابان‌ها، سابقه نداره یک همچین حضور پررنگی. چگونه می شود این محبوبیت پیدا بشه؟ آقایان عزیز، خواهران گرامی، بحث من هم یک بحث قرآنی و حدیثی است، هم یک بحث مربوط به این جلسه. این 10 عامل رو عرض می کنم. 1، اخلاص و ایمان. کسی با خدا باشه، خدا میگه من محبوبش میکنم. آیش هم اینه، سوره مریم، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اگر کسی ایمان داشت، عمل صالح داشت، اخلاص داشت، سیجعل، خدا میگه قرار میدیم، قرار میگیره محبتش تو دلها. ود یعنی محبت دیگه،
تازه ود از محبتم بالاتره. لذا رسول خدای دعایی رو به امیرالمومنین یاد دادن. این دعا رو ما میتونیم بخونیم. پیغمبر خدا به امیرالمومنین علیه السلام فرمودن بگو علی جان، یا علی قل، علی جان این دعا رو بخون، اللهم اجعل لی فی قلوب المؤمنین ودا، خدایا محبت منو تو دلهای مردم بینداز. ببینید برای اینکه بیشتر روشن بشه، حضرت ابراهیم وقتی هاجر همسرش و اسماعیل پسرش رو گذاشت تو مکه، و مکه که مکه امروزی نبود، یه سرزمین لم یزرع خشک بی آب و علف، کعبه ای نبود، یعنی هنوز در واقع تجدید بنا نشده بود، آبی نبود، آبادانی نبود. یک زن جوان با یک بچه رو گذاشت تو سرزمین بدون زراعت مکه، گرم، سنگهای سنگلاخ. قرآن میفرماید حضرت ابراهیم هم رفت، اما یه دعا کرد. دعاش این بود فجعل افئدة من الناس تهوی الیهم، خدایا من دارم میرم، این زن و بچه‌رم گذاشتم تو این بیابون، اسکنت ذریتی به واد غیر ذی زرع، توی سرزمین خشک، اما خدایا فجعل افئدة من الناس، افئده جمع فؤاده، یعنی خدایا دلهای مردم رو به اینا جذب کن. یه دعا کرد تهوی الیهم. خب شما الان ببینید چقدر آدم میره مکه به یاد هاجر بین صفا و مروه، به یاد ابراهیم تو منا قربانی. تمام اعمال حج تجلی حرکت حضرت ابراهیم و خاندانش تو مکه است. این یک عامل. شهید رئیسی محبوب بود چون مخلص بود، برای خدا بود کارش، اون نماز شبش، اون تعبدش، اون توسلش. واقعا اگر اومد تو صحنه ریاست جمهوری با اخلاص آمد، اگر آستان قدس رو قبول کرد با اخلاص، اگر منبر میرفت، اگر روزه میخوان، این یک ویژگی ایشون اخلاص. دومین عامل محبوبیت تواضعه. من همه اینا رو با حدیث برای شما عرض میکنم. ثمرة التواضع المحبه. مردم آدم متکبر رو دوست ندارن، تواضع انسان رو محبوب میکنه. ایشون متواضع بود. من بارها دیده بودم یه روضه ایشون داشت توی ریاست جمهوری، تو مسجد سلمان ریاست جمهوری، منم دعوت میکرد، البته موقع رئیس جمهور شدنشون، بعد از ظهر هم بود. از اونجا میرفتیم بیت آقا، من بیت منبر میرفتم. روضه ایشون عصر بود، میومد دم در مینشست، به تک تک مراجعه کنندگان خوش آمد میگفت. بنده 20 دقیقه قبل از روضه رفتم اونجا، زودتر اونجا باشم، ایشونم اومد. خب یه مقداری اون موقع شرایط گرانی و اینا بود، من شروع کردم انتقاد کردن به ایشون، بعضی از حرفای مردم رو منتقل کردن. اگر بگید یک ذره ایشون عصبانی بشه، تند بشه. گاهی جلساتی با روحانیون و مبلغین و علما داشت، تو بعضی از این جلسات همه افراد نقد میکردن، اعتراض میکردن، چرا مثلا گرانیه، چرا ارز بالا رفته، چرا اینطور شده. اما این تواضع و فروتنی ایشون عامل دوم محبوبیت بود. برای افتتاح یک صد، خب رئیس جمهور بلند شه، سوار هلیکوپتر بشه، اون حادثه براش پیش بیاد، بالاخره خطره. این ویژگی دومی که ایشونو محبوب کرد. سوم، احسان و خدمت به مردم. روایت داریم سبب المحبت الاحسان، مردمداری آدم رو محبوب میکنه. خب سیل می آمد میرفت توی بین مردم، زلزله می آمد میرفت بین مردم، کارخانه تعطیل میشد، مردم دیدن. ایشون از سفر روسیه که برگشت 1:02 نیمه شب رسید ایران، 1:02 نیمه شب.
فردا صبح پنجشنبه هایشون سفر استانی داشت، 7 صبح تو یکی از استانها قرار بود سفر استانی باشه. گفتن حتما تعطیلش میکنه، دیر وقت اومده. اول از همه اومد در اون استان حضور پیدا کرد. واقعا اینی که رهبر شهیدمون فرمود، شهید رئیسی خستگی ناپذیر بود. اینی که امروز رهبر عزیزمون در پیامشون فرمودن شهید رئیسی مسئولیت پذیر بود. مردم میدیدن، حالا نواقص هم بود، سختیایی هم بود، ولی میدیدن این آدم دنبال راحت طلبی نیست، راه میفته در میان سیل، در میان حوادث، در میان کار، میرفت درد و دل مردم رو گوش میداد. این سومین عامل محبوبیت، اخلاص، تواضع، مردمداری، اینا همه حدیثه که میخونم. 4م سخن نیکو، حسن قول. امام سجاد فرمود آدمی که با مردم خوب حرف میزنه 5 تا اثر داره. القول الحسن، اینایی که خوش بیانن، نیش نمیزنن، تحقیر نمیکنن، تند صحبت نمیکنن، نسبت به همسر و فرزند بدزبانی نمیکنن. آقایان عزیز، خواهران گرامی، بدزبانی فشار قبر داره، عواقب منفی داره. اینهایی که تو زبانشون شماتت، سرزنشه، بترسن از خدا. قرآن میفرماید قولوا للناس حسنا، با مردم خوب حرف بزنید. امام سجاد فرمود اینایی که سخنشون شیرین، نیکو، شکننده نیست، 5 تا اثر داره. القول الحسن یسر المال، ثروت رو افزایش میده. ینم الرزق، روزی رو زیاد میکنه. مرگ رو تأخیر میندازه، عمر رو طولانی میکنه. فرمودن یحبب الی الاهل، انسان رو تو خونه محبوب میکنه. خانواده خوشحال میشن اگه یه روز شوهرشون تعطیلی بهش بخوره، مرخصی بهش بخوره. الحمدلله امروز مردمون تو خونه است، عزا نمیگیرن اگر اداره تعطیل بشه. چه کنیم با این مرد، چه کنیم با زبان این زن؟ محبوب میشه تو خانه. و 5م فرمود اهل بهشت قرار میده انسان رو. القول الحسن، سخن نیکو مال رو افزایش میده، رزق رو برکت میده، مرگ رو تأخیر میاندازه، انسان رو محبوب میکنه پیش مردم و بهشتی. شهید رئیسی اینطور بودن. این آخرین سفری که آمدن قم دیگه، یعنی به هر حال آخرین سفر استانی ایشون بود. در قم اومدن، خب ملاقات هایی داشتن با علما، با بزرگان، با شخصیت ها. تو اون جلسات عرض کردم انتقادهایی به ایشون شد، طبیعی هم بود، همه خیرخواهانه بود. دیدن مراجع رفتن، علما رفتن، همه از سختی ها و مشکلات با ایشون صحبت کردن. اگر بگید یه خورده ایشون از کوره در برن، یه خورده تند بشن، این در واقع بیان لین و نرم ایشون. ویژگی دیگر این شهید بزرگوار ولایت مداری بود. پیرو قرآن میفرماید ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر خدا رو دوست دارید از پیغمبر تبعیت کنید، از امام معصوم تبعیت کنید. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. خب ما در دوران غیبتیم، اطاعت خدا و پیغمبر و امام معصوم بر رأس ماست، احدی هم با معصوم مقایسه نمیشه. اما شما میدانید امامان ما مردم رو در دوران غیبت رها نکردن. بیش از دوران حضور امامان ما دوران غیبت داریم. حضور امامان ما تو جامعه 250 سال بوده امامتشون، اما غیبت الان 1200 خورده ای ساله. 5 برابر دوران حضور ما دوران غیبت داریم. چطور میشه مردم رو رها کنن؟ نه، گفتن شما در دوران غیبت برید سراغ فقها. البته فقها معصوم نیستن، فقها جایگاه امام معصوم رو، یعنی مقامات امام معصوم
مال خودشونه. امام معصوم علم غیب داره، منسوب از طرف خداست، ولایت داره، معجزه داره. اما در دوران غیبت اگر فقیه عالم عادل با تقوایی بود، از او تبعیت کنید که همین بحث ولایت فقیه در واقع استمرار ولایت انبیا و ائمه است. هرگز معنای ولایت فقیه تساوی فقیه با معصوم نیست. نه اصلا کسی این حرفو نمیزنه. خدا رهبر شهیدمون رو روحش شاد کنه میفرماید من خاک پای امام زمانم. اون مقاماتی که برای امام چه میکنه تو جامعه؟ احکام رو بیان میکنه، اختلافات رو حل میکنه، سیاست جامعه رو تبیین میکنه، حدود رو اجرا میکنه. اینا برای فقیه. و شهید رئیسی، من الان این جمله سختمه بگم ولی شاید تنها رئیس جمهوری بود که تو این سالهای ریاست جمهوری پس از امام که ما 37 سال چند تا رئیس جمهور داشتیم، اصلاح طلب، اصولگرا، همشون هم به اندازه خودشون زحمت کشیدن، دولت‌ها کار کردن، اما رئیس جمهوری به اندازه ایشون مطیع رهبری نداشتیم. 3 سال ریاست جمهوری ایشون دوران آرامش رهبری بود. تنش برای رهبری ایجاد نکرد، موضع در مقابل رهبری نگرفت. این خیلی مهم بود. رهبری نظام رو ترجیح میداد، حرفش رو و کلامش رو نمیذاشت رو زمین بمانه. اما در سایر رؤسای جمهور ما اینجور تبعیت رو ندیدیم. چرا؟ عرض کردم هر کسی به اندازه خودش زحمت کشید، دولت‌ها کار رو پیش بردن. همه این افتخارات نظام در اثر تلاش همه دولت هاست. اما تبعیت محض از ولی فقیه مطیعا لامر مولاه، این خصوصیت دیگر ایشون بود. ویژگی دیگر که انسان رو محبوب میکنه گذشته. تو روایات داریم تناس مساوئ الاخوان، بدی دیگران رو فراموش کنید. خب ایشون خیلی مظلوم واقع شد. رهبر شهیدمون فرمودن من دلم برای آقای رئیسی میسوزه. ایشون شبیه اون کلامی که امام برای شهید بهشتی فرمودن، هم دلم میسوزه، چون خیلی به ایشون جسارت شد. تو یک جلسه بنده یا یکی از دوستان به ایشون یادم نیست گفتن آقا چرا شما تو مناظرات ریاست جمهوری از خودتون دفاع نکردید؟ توهین کردن بعضی افراد. شخصیتی که مجتهد بود، نماینده خبرگان بود، سالها درس فقه و اصول رفته بود و گفته بود، در دانشگاه دکتریشو دفاع کرده بود، یک کسی برگرده بگه شما مدرکت فلانه، توهین کنه. خب آقا شما میتونی شکایت کنی، شکایت کنی آقا این تهمته، این مدرک منه، این درس منه، این سابقه اجتهاد منه. ایشون فرمودن حفظ نظام برای من مهمتر از مسائل شخصی است. اینم یک عامل محبوبیت. عامل دیگر محبوبیت تلاشه. لیس للانسان الا ما سعی. ایشون تلاشگر بود، اهل کوشش بود. عامل دیگر محبوبیت صداقت، با مردم رو راست بود. روایت داریم انسان صادق یکی از ثمرات صدقش اینه که بین دیگران محبوب میشه. رب ادخلنی مدخل الصدق، صادقانه وارد ریاست جمهوری و کار شد و اخرجنی مخرج الصدق، و صادقانه رفت. من واقعا یکی از کسایی که خیلی بهش غبطه میخورم آقای شهید رئیسی است که خداوند چه جایگاهی به ایشون داد نزدیک حرم امام رضا. اینایی که میرن به طرف ضریح یه بار رد میشن، بر میگردن یه بار رد میشن، 2 بار در مسیر زیارت زائر قرار گرفت این شهید بزرگوار که حالا من ساده زیستی ایشون، دیپلماسی عزتمندانه ایشون، این خیلی مهم بود. ایشون دیپلماسی فعال
و در عین حال عزتمندانه ایران رو در دنیا بزرگ کرد. با اون اقتدار 2 سال در سازمان ملل، 1 سال قرآن روی دست گرفت و 1 سال عکس شهید سلیمانی رو در مقر نیویورک اونطور در مقابل رؤسای جمهور دنیا از کتاب آسمانی و از رشادت‌های شهید سلیمانی دفاع کرد. بر مواضع اصولی خودش استوار بود، جوانگرا بود. رهبر عزیزمون هم امروز تو پیامشون اشاره کردن، جوانگرایی، مسئولیت پذیری، عدالت محوری. حیف شد واقعا ایشان رهبر عزیزمون و خیلی از این تصاویری که شما اینجا میبینید، شهید موسوی، شهید حاجی زاده، واقعا تاریخ ایران رو بعدها می نویسند که در این مخصوصاً 3-4 سال اخیر چقدر شخصیت‌های بنام از این کشور، از 98 که شهید سلیمانی رفت تا امروز که رهبرمون و شهید سید حسن نصرالله و شهدای نظامی اما این مردم چرا همچنان تو صحنه ماندن؟ چرا 80 شب خیابون رو خالی نکردند؟ چون میدانند علی‌رغم مشکلات اقتصادی، علی‌رغم خباثت دشمن، علی‌رغم سختی هایی که کشیدن، میبینن شهدا فقط از مردم عادی نیستند. رهبر، رئیس جمهور، وزیر، دبیر شورای عالی امنیت، فلان نماینده، وقتی میبینن مردم که مسئولین هم جانشون رو در طبق اخلاص گذاشتند، ان شاء الله به برکت خون این شهدا از این موج عبور خواهیم کرد. ان شاء الله اونطور که خدا وعده داده نابودی صهیونیستا و ترامپ ملعون رو خواهیم دید. و بزرگترین دستاورد خون شهید رئیسی و رهبر شهیدمون و این شهدا این بود که اقتدار امریکا رو در دنیا شکست و این ابرقدرت به گونه‌ای در دنیا خار شد و ایران اسلامی به برکت خون این شهدا، بله امام حسین هم شهید شد، یزید هم رجز میخواند برا خودش تو شام، اما همون حرفی که امام سجاد زد، همون حرفی که زینب کبرا زد، فرمود کت کیدک، هر غلطی میخوای بکن آی دیکتاتور، آی ستمگر، اما محبت ما رو از دلها نمیتونی بیرون کنی. ویژگی دیگر شهید رئیسی اهل روضه بودن ایشون بود. من حق و حق گریه های ایشون رو کنارش نشسته بودم، تو بیت رهبری میدیدم، وقتی گفته میشد السلام علیک یا ابا عبدالله، شانه های این مرد میلرزید و اشک میریخت. شهید بزرگوار شهید رئیسی، تشییع با شکوهی شدی، انشاءالله رهبر شهیدمونم تشییع با شکوهی خواهد شد. اما میدانید کربلا بعد از شهادت ابی عبدالله به جای تشییع 10 نفر اسب بدن ابی عبدالله دواند، الجمت، تنقبت، لجام زدند بر اسب ها و اون گونه بر بدن ابا عبدالله کاری کردن با بدن پسر فاطمه که وقتی زینب آمد قتلگاه، البته بدن شهید رئیسی هم خیلی آسیب دیده بود، سوخته بود. بعضی از این شهدای عزیز ما یک دست ازشون دفن شده، بعضی از شهدای میناب اثرشون پیدا نشده. عرض کنم یا ابا عبدالله، بدن مقدس شما رو هم کاری کردن که خواهر هی نگاه میکرد میگفت آیات حسین منی، ای مصحف ورق ورق، ای روح پیکرم، آیاتوی حسین من نیست باورم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.